از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از بدخشان از سوخت در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه واخوردند همسبق شده به دیسمیسه سال خدمانه وامی‌کنند. دوستان دیرینه محمد علی بختیاروف و جاویدی اشتی بعد 13 ساله بار اول در مرکز ولایت سوخت به هم روبرو شدند. تصادف آنها را در روزهای فرهنگی ولایت بدخشان در شهر خوجند به هم آورد. هفته گذشته مرکز تاریخی خوجند در اختیار ساکنان و مؤسسه‌های بدخشان بود. مهمانان نمونه‌های هنرهای مردمی، نان و غذای گوناگون مردم ولایت دوردستی کشور را به نمایش و فروش گذاشتند. از جمله سنگ‌های گرانبهایی که بدخشان با آنها معروف شده است. شاخهای یک جانور نادر و زیبای بدخشان را هم در این نمایشگاه دیدن و خریدن ممکن بود. در گوشه دیگر هنرهای دستی مردم بدخشان هم طلبکاری زیاد داشت. مقامات میگویند برگزاری نخستین روزهای فرهنگی بدخشان در سوخت در چارچوب جشن 26مین سالگرد استقلال تاجیکستان صورت میگیرد که روز 9 سپتامبر تجلیل می شود. آنهایی که به اینجا آمدند میگویند از دیدن این نمایشگاه رنگارنگ خرسند شدند. این روزهای فرهنگی بدخشان به ما خیلی مقبول شد. ما با والنتیرها در به این یارمارک برآمدیم. بسیار یارمارکی جالب و دقیقی دیدنی. هدف از برگزاری روزهای فرهنگی بدخشان بر گفته مقامات نزدیکتر کردن مردم دو ولایت است که فاصله زیاده آنها را از هم جدا می‌کند. بعضی از آنهایی که از بدخشان آمدند میگویند بار اول است که در عمرشان این ولایت در شمال تاجیکستان را می‌بینند. من بار اول به سوخت اومدم برای همین قمند همین مقبول همین سوخت اومد و همین مردم مهمان نواز سوخت. روزهای فرهنگی بدخشان در سوخت که از 21 تا 26 اوگوست ادامه کرد البته به ساز و سرود بدخشی نبود. ساز و سرود مردمی که آن را در تمام گوشه‌های تاجیکستان هم خوش دارند.